به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شما یک قصه بسیار تأثیر بخش را بیان کنم. و این قصه را برای ما یک برادر اهل اسلام ما، حکمت الله، با واسطه سامانه واتساپ برای ما دسترس کردند. انا گفتن ماند که برادر ما حکمت الله بسیار وقت برای ما حکایه های اسلامی و تربیه را رایی می کنند. قصه ای که امروز این برادر برای ما دسترس کردن، باور کنین وقتی که این را تا آخر مطالعه کردم بسیار تأثیرم کرد و خواستم به سمع شما نیز برسانم. و اگر در وقت گفتن قصه مذکور اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک زن مسلمان پس از مرگ شوهر با 3 نفر کودکان تنها میماند. این زن در هیچ جای کار نمی کرد و هرچند در کافت کاوی کاری بود، او را به کار نمی گرفتند. روز به روز احوال زندگیش با کودکان وزین می شد، اما با او کسی دستی یاری دراز نمی کرد. همینطور آن زن در غم آن که کودکان از گرسنگی نمیرند مجبور شد به طلبندگی دست زند. او به کوچه برآمد و خواست از مردمانی که نمی شناسند یاری طلبد. از چند کوچه گذشت و دید که نزد مغازه های کلان یک نقلیات مسافربر مسافر خود را فرآورده ایستاده است. چون این نوع مسافر فرآورد، ممکن او تواند کمی هم به من یاری دهد. گویان به نزد آن نقلیات مسافربر رفت و یک چند روز بود که او غذایی نخورده بود و از همین سبب دست و پایش مدار نمانده بود. او وقتی نزد آن مسافربر که نامش حسن بود رسید، تمام قوایش را جمع کرد و با آواز لرزان و گریه‌اش را داشته گفت: از برای رضای الله برای کودکانم یگان خیری کنید. گر من خودم تنها می بودم، تیار بودم بمیرم از گرسنگی، چون آبروی خود را داغدار نکنم. اما من نمی توانم بی پروایانه عذاب و آب دیده کودکانم را ببینم. از شما خواهش می کنم از برای رضای الله یگان یاردم رسانید. این زمان شیطان لعین در گوش حسن فکر و عقیده پلید خود را خواندن گرفت که تو چی این گدای کوچگی را گوش می کنی؟ آخر همه کوچه ها از چنین گداها پر شده است، به همشان پول نمی رسد. را به خانه‌ات، چون زنت منتظرت است. اما حسن انسانی بود با ایمان و با تقوا و در چشمان آن زن حقیقت راستگویی را دید. دیگر اینکه آن زن از برای رضای الله دستیاری می‌خواست. پس این آن وسواس شیطان را مغلوب کرد. زن هم به طلبنده مانند نبود. چشمان آن زن درخشیدند وقتی که حسن از همیان خود پول کلانی را برآورد و به او داد. و این نمی‌دانست چه خیلی حسن را منتداری کند، اما نتوانست، چون حسن حرکت کرد و در تاریکی ناپدید شد. و دیگر کاری کردن نمی‌توانست غیر از آن که در حقش دعای خیر کند و از خداوند برایش نیکی‌های دنیا و آخرت را طلبد. زمانی که حسن آن زن را با دقت گوش می‌داد و به او یاری رساند و کار خیر را انجام داد، و حتی فکر نمی‌کرد که این پول‌هایی که به آن زن داد یک قسم کلان پول‌هایی است که برای عوض نمودن چرخ‌های کهنه شده نقلیاتش مدت درازی جمع کرده بود. همسرش هم هر روز این را به یادش می‌آورد. آن شب هم همین طور کرد. آن زن در فکر شوهرش بود که به یگان صدمه نفتاد با این چرخ‌های کهنه که در نقلیاتش بود. هر بیگاه حسن سخن‌های همسرش را گوش می‌داد و تاکیدهای او را با صبرانه قبول می‌کرد تا به جنگ و جنجال نرسد. اما نمی‌توانست گوید که آن پول‌های دور و دراز جمع کرده را کجا کرد. همینطور یک روز به همسرش گفت که استای چرخ وز کن زیاد بند است و با او مصلحت کرده است تا همین که سبک شد کار او حتما چرخهایش را عوض می‌کند. یک شب وقتی او از کار برگشت، از همسرش شنید که می‌گفت: استو آمد و گفت که تا تو به فلان سراغ روی و چرخهای خود را عوض کنی. حسن از شنیدن گفته‌های همسر سخت در حیرت شد. او در جایش حیران شده بود، اما به همسرش این را وانمود نمی‌کرد. او گویا با همین استاد مصلحت کرده باشد. به همسرش اشاره کرد و سر جنباند. سراغ را هم که در کاغذش نوشته شده بود به او ناشناس بود. آن شب گویا چون 1 سال گذشت، چون او را عموما خواب نبرد و حیران بود از گفته‌هایی که همسرش گفت.
او را سوال اعظم میداد: این کی باشد؟ از کجا فهمیده باشد که من باید چرخها را عوض کنم؟ سحری بر وقت حتی خوب سحرخوری نکرده اولین شده با آن سراغی که در کاغذ نوشته شده بود رفت. او به استاخانه در آمده آن استای را یافت که دیروز به خانه‌اش آمده بود. استا کاغذ سراغ را در دستی و دیدن زمان از او پرسید: تو مسافر بر حسن هستی؟ حتی جواب حسن را نشنیده از چشمان استا اشک جاری شدند و او را با آغوش گرفته چون کودکان گریسته میپرسید: از برای رضای الله بگو تو چه عمل کرده ای؟ تو چه عملی کرده ای؟ از برای رضای الله به من بگو تو چه عملی کرده ای که اینک 3 شب پس هم می شود که در خواب من پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می درند و می فرمایند تا رفته چرخهای نقلیات تو را عوض کنند. لا حول ولا قوة الا بالله. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند تا چقدر که می توانین برای برادران و خواهران اهل اسلام خود دست یاری خود را دریغ ندارین، چون شما نمیدانید که کدام کار شما در کدام منازل و در کدام روز و در کدام ثانیه و در کدام دقیقه مقبول الله تعالی گشته است. برای همین هم کوشش کنین حتی به یک ذره گندمی که می توانین برای برادران و خواهران خود یاری رسانین و دعای خیر آنان را گرفته از کبر و ریا و تکبر دور باشین. پروردگار مهربان هر دعا و هر کار عمل خیری که ما و شما می کنیم در نامه اعمال ما نوشته بگردانه و گناه های صغیره و کبیره هر یک ما و شما را مغفرت گرداند. و الهی در این ماه مبارک از فیض و برکات ماه شریف رمضان هر یک ما و شما را با نصیب گردانده در خاندان هر یک ما و شما فیض و برکات سرسیر و پوری را نصیب روزه گرداند. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. برادران من و خواهران اهل اسلام، بار دیگر میگویم که اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه داده باشم، الله تعالی مرا مغفرت کند و از همه شما معذرت میخواهم. بار دیگر ناگفته نماند که قصه مذکور را برادر ما حکمت الله که در شهر مسکو استای موی سرتراش شده کار میکنند برای ما روان کردند. الهی الله تبارک و تعالی در کسب و کار ایشان فیض و برکات را نصیب و روزی گردانه و در کجایی که قرار داشته باشند در حفظ و امانت خود نگه داشته از چشم حسود خوران و دشمنان نگهبان باشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.